زیبایی هستم تولد 1335 کار موسیقی رو از سالهای دبیرستان حدودهای 50 بود بسیار. قبل از اونم داشتیم فعالیت در خود توضیح بود. با شروع انقلاب اسلامی روح موسیقی اصیل خودم آمد و با نوازندگی کمانچه در گروه موسیقی محلی ترکمنی کار موسیقی و در سالهای 63 به کار ساخت آلات موسیقی خصوصا دوتار و کمانچه ترکمن روی آورد. از اون سال تا حالا در جشنواره‌های مختلف داخل کشور و خارج از کشور شرکت داشته و جوایز بسیاری رو در ارمغان آورد. در ششمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در مرکز کرمان به 36 نفر از اساتید موسیقی کل ایران و مناطق ایران روح برنزی به وزن 4 کیلو شیشتت کردن. به وسیله استادای کندکار تک تک اینا رو حکاکی کردن و به هنرمندا اینا رو هدیه دادن. تقدیر رو در شهر برزان کشورهای صنایع دستی که بندن در رشته سازسازی به ما امضا کردن. دیپلم افتخار در رشته موسیقی 4مین جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی افتخار در 5مین جشنواره موسیقی فجر لوح تقدیر قدرشن به منظور قدرشناسی از تلاش در خور تحسین هنرمندان 6مین جشنواره سراسر فجر. این لوح یاقوت و لوح تقدیر به لوح یاقوت در همه 6مین جشنواره. در این جشنواره نخستین جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی در سال 64 یاغیمان در 9مین سالگرد پیروزی انقلاب ترکمنستان دیپلم افتخار 3مین جشنواره سراسری سرود و آهنگ‌های این لوح‌ها در شهرستان کلاله روح یاقوت در جشنواره محلی سرود ترکمن در شهرستان کلاله.
روحی بود 11مین جشنواره سراسری موسیقی فارسی. اینم روحی بود در 7مین جشنواره. یادواره در نخستین دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خجسته بود. 4مین جشنواره سراسری. Buradan kendi onu nasıl nerede? البته در طی این جشنواره‌های موسیقی فجر ما برنده چندین سکه طلا armdar elbette var, arm Cumhur İslami ve arm موسیقی himayetdar şud در تهران و قشم، کردستان، اصفهان، شیراز و روحی سکایی به ما یاد گرفتیم از مقامات اداره فرهنگ اسلامی. به عنوان کلان آخر من انتظار دارم از مقامات جمهوری اسلامی ایران به خصوص از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی که نوازنده ها که میراثدار فرهنگ این مملکت هستن یکم اهمیت بیشتری بدن. البته اهمیت میدن، ما نمیگیم اهمیت نمیدن و تا حالا خیلی از هنرمندان بیمه شدن که هنوز خیلی از هنرمندان دیگه هستن که بیمه نشدن و بعضی از هنرمندایی داریم که پیرن که دستشون دارد به روی مقامات. اینا رو باید حمایت بشه. گروه سوماتا در کشور ترکیه در شهر استانبول نوازنده دوتار جمالالدین دیبایی پسر استاد موسیقی دیبایی. این عکس هست. بنده هستم به گروه موسیقی کلاسیک کردان. گیتار پسرم جمالالدین و خودم در تهران در یک مراسم آقای خراسانی هست، استاد حمایتگر اسب‌های ترکمن. ایشون پسر بزرگم هستن کمالالدین دیبایی، بنده و جمالالدین دیبایی. این عکس چاری تشمام بزرگترین دوتاردن اواخر قرن اسلام.
hep verdim de. Sonunda yani Türkmen Ses saytındaki işleyen oğullara işlerin üstünde var bu yani zararlar sağ olsun. Elimden Türkmen'in tutmasında olsunlar. Kuday Teala bunlara tevfik versin. Daima sağ olsun.